دسته های 10 تایی یکی فصل اول، ریاضی دوم، صفحه 5 تا 7. خب این یه یادآوریه. ما دسته های 10 تایی رو داریم، میخوایم توی جدول ارزش مکانی اینا رو قرار بدیم. دقت کنید که هیچ فرقی نداره که دسته ها خوابیده باشن یا ایستاده باشن. یعنی به این صورت دسته ها رو کشیده باشیم یا اینجوری، هیچ فرقی نداره. هر دوتاشون دسته های 10 تایی هن. الان بیایم بشماریم. 1 2 دسته 10 تایی. پس توی جدول ارزش مکانی تو بخش 10 تایی 2 رو می‌نویسیم. یکی داری اینجا نداره، یعنی پس مقدارش صفره. دقت کنید که ما اینجا نمی‌نویسیم 20. درسته که دو دسته 10 تایی برابره با 20 ارزشش، خب ولی وقتی که توی جدول ارزش مکانی قرارش میدیم 2 تا 10 تاییه، نه بیشتر، 2 تاست. پس می‌نویسیم 2 و یکی چون صفره میشه 0. این چه عددی رو نشون میده؟ 20. اگه خارج از جدول اون رو بنویسیم می‌نویسیم به این شکل 20. خب اینجا 3 تا 10 تایی رو داریم. توی 10 تایی ها می‌نویسیم 3 و 5 تا یکی هم داریم می‌نویسیم 5. عددی که نشون میده چنده؟ 35. خب برای یادآوری نوشتن اعداد به صورت عددی من عددها رو می‌نویسم و بعد به صورت حروفی هم اونا رو می‌نویسیم. لازمه که اینا رو اگه ایراد دارن تمرین کنن. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. خب به صورت حروفی میشه 10 20 30 40 50 60 70 80 و آخرین عددم 90 که اون بالا جا نشد. یه مورد دیگه که یادآوریش باید انجام بشه دنباله عددیه. نگاه کنید یعنی چی دنباله عددی؟ بچه ها توی کلاس اول تا عدد 99 رو خوندن. خب الان میتونیم از یه عددی شروع کنیم و یکی یکی بریم بالا. مثلا 51. خب یه دونه اونو بهش اضافه کنیم، میشه 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61. معمولا وقتی این تمرین رو میخواین انجام بدین حداقل 10 عدد پشت سر هم رو بنویسین و این تمرین هم برای حروفی ها هم کاربرد داره. مثلا اگر از 23 شروع کنیم 20 و 3، عدد بعدی میشه 20 و 4 20 و اینو اضافه کشیدم باید پکش کنیم 20 و 5 20 و 6 20 و 7 و اینو ادامه بدیم تا 28 29. بعد از 29 میشه 30 و 1 31 و به همین شکل. این رو اگه توی نوشتن اعداد حروفی مشکل دارن بهتره الان تمرین کنن تا در آینده از این بابت مشکلی نداشته باشن. خب یه بخشی رو داره کتاب این که گفته با کارت های مثلا 3 و 6 چند عدد دو رقمی میتوان ساخت. دقت کنین وقتی که میگه کارت یعنی تکرار نداریم، یعنی ما نمیتونیم 2 تا 3 رو کنار هم قرار بدیم بگیم 33 یا 2 تا 6 رو کنار هم قرار بدیم بگیم میشه 66 و اینا اعدادی هستند که با این کارت ها درست میشن. وقتی از واژه کارت استفاده کرده یعنی ما تکرار رو نداریم. یه بار میتونیم 3 رو اول بذاریم بعد 6 رو کنارش میشه 36 و یک بار اول 6 رو بذاریم و بعد 3. اینا رو جابجا کنیم میشه 63. خب وقتی از کارت استفاده کرده پس نوشتن عددهای 33 و 66 اشتباهه. ولی اگه بگه با رقم های 2 و 4 چند عدد دو رقمی میتوان ساخت
وقتی از واژه رقم استفاده کرده تکرار هم مجازه. پس میتونیم بگیم 22 44 24 و 42. یعنی یک بار دو رو اول بیاریم و بعد 4 رو کنارش، برعکس این اول 4 بعد دو بار 4 رو استفاده کنیم کنار هم دیگه و دو بار دو رو کنار هم دیگه قرار بدیم. و به این شکل وقتی که از رقم استفاده می کنیم رقم های 2 و 4 میشه 4 تا عدد دو رقمی رو ساخت. به این شکل نگاه کنین، گفته بیاین این شکل رو بشمارین، توی این جدول قرارش بدیم و بعد به صورت عدد و حروف و عدد اینا رو بنویسیم. برای اینکه بدونیم این عدد به هم ریخته چی رو نشون میده، خب اول باید اونها رو به صورت دسته های 10 تایی جدا کنیم، چون قراره توی جدول ارزش مکانی رو قرار بدیم. خب بشماریم ببینیم چند تاش میشه 10 تا، اونا رو جدا کنیم. از هر سمتی که دوست دارین میشه این کار رو انجام داد، فرقی نداره. مهم اینه که حتما 10 تا رو توی یک بسته بذاریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. این میشه یک دسته 10 تایی. دوباره بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این هم میشه یک دسته 10 تایی. پس تا حالا دو تا دسته 10 تایی رو داشتیم. چند تا دیگه مونده؟ 1 2 3 4 5 6 تا یکی یا 6 تا بوده که مانده در جایگاه خودش توی جدول، یعنی زیر یکی ها میذاریمش و دو تا دسته 10 تایی رو هم داشتیم در زیر 10 تایی ها قرارش میدیم. این چه عددی رو نشون میده به عدد؟ میشه 26 و به صورت حروفی اگه این رو بنویسیم میشه 20 و 6. دقت کنید چرا به این میگیم دو رقمی؟ چون دو تا رقم کنار همدیگه قرار گرفتن و یه عدد دو رقمی رو درست کردن. مثلا 9 به تنهایی یک عدد یک رقمیه، چون فقط یه دونه عدد رو داریم. ولی اگه بیایم بگیم مثلا 26، چون دو تا رقم کنار همدیگه قرار گرفته میشه یک عدد دو رقمی. الان توی این عددهای دو رقمی 6 تو جایگاه یکان قرار داره، رقم یکانه، و 2 در جایگاه دهگان قرار داره، یا به عبارت دیگه رقم دهگان هست. اگه بیاد بهمون بگه رقم یکان 4 و رقم دهگان 5، چجوری اینو می‌نویسیم؟ دقت کنین عدد دو رقمیه، خب یعنی دو تا رقم رو داریم. خب اولی رقم یکانه، دومی رقم دهگان. گفته رقم یکان 4، پس اینجا می نویسیم 4، رقم دهگان 5، اینجا می نویسیم 5. چه عددی رو درست کرده؟ 54. و به صورت حروفی این رو هم کنارش یادداشت کنیم. اگر رقم یکان 0 باشه و رقم دهگان 7، دقت کنید رقم یکان 0 و رقم دهگان 7، چه عددی رو نشون میده؟ 70. اگه سوال به این شکل مطرح شده باشه یک عدد دو رقمی رو درست کنید، دقت کنید دو رقمی یعنی دو تا رقم داره. خب رقم یکان آن 5 و رقم دهگان 3 تا بیشتر از رقم یکانه. کدومش مشخصه؟ رقم یکانش مشخصه، گفته 5. پس اینجا کدومش یکانه؟ اولی یکان 5 رو می نویسیم. خب رقم دهگان گفته 3 تا بیشتر از رقم یکان 5 بوده، 3 تا بیشتر از 5 میشه چی؟ میشه 8. پس این عددی که میخواید به دست بیاریم، اون عدد دو رقمی میشه 85. ولی اگه سوال به این شکل مطرح شده باشه عدد دو رقمی رو بنویسین، دقت کنید دو رقمی، حتی میتونیم از جدول ارزش مکانی هم استفاده کنیم. اینجا میشه 10 تایی و اینجا هم میشه یکی. خب میشه از این روش هم استفاده کرد. گفته رقم دهگان آن 6، پس چیزی که مشخصه رقم دهگانشه. رقم دهگان یعنی 10 تایی 6، یا میتونیم گفتیم اینجا یکی 10 تایی 10 تایی 6. رقم یکانش چیه؟ رقم یکان 2 تا کمتر از رقم دهگانه، 2 تا کمتر از 6 میشه چقدر؟ 4.
2 تا کمتر از 10 تایی که 6 بوده کمش کنیم، 2 تا رو ازش کم کنیم 4 تا میمونه، میشه 64. خب آخرین بخش این صفحه الگویابیه. چطور باید یک الگو رو پیدا کنیم؟ میخوام روی این 2 تا الگویی که رسم کردم این رو توضیح بدم. دقت کنین، ما اولین شکلی که داریم، اولین رنگی که داریم رو نگاه میکنیم، توش میگردیم ببینیم دوباره کجا این تکرار شده. اینجا باز قرمز رو آوردیم. الان شروع میکنیم به نگاه کردن شکل بعدش، ببینیم آیا داره به ترتیب تکرار میشه یا نه. اینجا قرمز رو داشتیم، بعدش زرده، بعد سبز، بعد زرد. پس درسته این 4 تا شکل دارن تکرار میشن، این شکل داره تکرار میشه، پس ما یک الگوی این شکلی داریم. اگه بخوایم این الگو رو ادامه بدیم، اولی میشد قرمز، دومی زرد، بعد سبز و دوباره زرد. دوباره میایم قرمز، زرد، سبز و زرد. الگو به این شکل ادامه داشته و کامل شده. خب الان بیایم پایینی رو نگاه کنیم. پایینی یه نکته داره، برای همین اون رو رسم کردم. اولین قرمزی که اومده اینجاست. شکل بعد از قرمز دقت کنین، اینجا سبزه، اینجا صورتیه. پس این اولین قرمز چیزی نیست که ما دنبالشیم. میریم سراغ قرمز بعدی که اینجاست. قرمز بعد قرمز سبزه، تکرار شده، بعد قرمزه، تکرار شده، بعد صورتیه، تکرار شده. پس شکلی که داریم در اینجا هم یک 4 تاییه که داره تکرار میشه. قرمز سبز قرمز صورتی، قرمز سبز قرمز صورتی. قرمز اگه بخوایم این رو کامل کنیم میشه قرمز سبز قرمز صورتی، قرمز سبز قرمز صورتی.